آیا بیماری داری که به تازگی از بیمارستان مرخص شده و نمیدونی توی خونه باید چطوری ازش مراقبت کنی؟ یا نه پدر و مادر سالمندی داری که با عشق ازشون مراقبت میکنی ولی نیاز به آموزش‌های بیشتر داری؟ دیگه بعد از این نگران نباش. من اینجا هستم که این مسیر رو برات هموار کنم. اعظم احمدی هستم ولی میتونی منو آذی صدا کنی. کارشناس ارشد آموزش پرستاری از دانشگاه شهید بهشتی با 25 سال سابقه کار بالینی که 20 سالش توی CCU بوده. این پیج رو درست کردم تا به شما مراقب عزیز و پرستاران تازه کار و بیمارانی که به تنهایی توی خونه زندگی میکنن آموزش ها رو به طریق ساده و علمی آموزش بدم تا زندگی بهتری داشته باشن. اگر میخوای که آموزش های من زودتر از همه به دست تو برسه پیج رو سابسکرایب کن و اون زنگوله رو هم فشار بده و توی کپشن برای من بنویس که دوست داری اولین پست من برای تو چی باشه. راستی میخوام همکارم به شما معرفی بکنم. این خانم سلیاست، دوست دوران کودکی دختر منه. با توجه به اینکه به خاطر حفظ حریم خصوصی اجازه ندارم از بیمار واقعی در نشون دادن آموزش ها به شما کمک بگیرم، از سلیا خواستم که بیاد اینجا و توی کار آموزش به من کمک کنه. امیدوارم که شما هم دوستش داشته باشین.